دوره ایجاد دوره ایده پروریه. دوره ایجاد دوره ای که آدما میرن تو رستوران برمیگردن فکر میکنن با رو ماشین حساب زدن میتونن کسب و کار راه بندازن. دوره ای که افراد دنبال شریک میگردن، اما اگر شریک رو پیدا بکنن، اگر دفتر کار رو پیدا بکنن، کسب و کار متولد میشه. وارد دوران چی میشیم؟ طفولیت میشیم. دوران طفولیت دورانیه که الزاما اجبارا اینا توش باید اتفاق بیفته. استخدام از قوم آشناس، از رفیقه، از همکلاسی، همخدمتیه. چرا؟ چون دنبال حلقه امنیت میگرد. دستورالعمل وجود نداره، سیاست گذاری وجود نداره، ردیف بودجه وجود نداره. کاسه بشقابا رو از خونه آوردید، سماور از خونه آبجیتون آوردید. عادیه. با اسمای کوچیک همدیگر رو صدا میکنید. ما دوران طفولیت دوستان. اگر این نشانه ها رو دارین دوران طفولیت.